سلام از هیمنم. ویدیوی دوم در واقع بیای آغازانی یا پیشنی. در ویدیو اول در مورد رودمپ بیا گپ کنی، در مورد پوزیشن ها گپ کنی. در خواهد نوی ویدیو که من شروع کنی یه سری مسائل ها بشی آغازانی سر ابزار هم بجنی و تشتیتنی هنی شروع کنی در مورد بیا. پس و ویدیو دوم ویدیو 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 دوم بیای. خب کلا من گفت کنیم گفتم بیای چیه؟ بیای یه سری داشبوردن که بر اساس وی در واقع مدیران ها تصمیم استراتژیک دارن. فرض کنیم من وقت شاپینگ اکنی گفتم وقت شاپینگ اکنی مثل آمازون هر کی در خرید که در توش مشان دکر بعد که ما کرا چند هر ده شده دکر در بر اساس ونا در واقع چه اتفاقی که کسی که ورته چیه ناوی کسی که ورته سازمان رونشتیه دخوازه بینا از چه کارا بکن فروشه منه جور از چه کارا بکن لویالتی خام از چه کار بکن که مثلا به نفع مارکته منه خواه سالمونه یه سری گزارش آماده و در این نشان داده و اطلاعاتان از کدا اگر هم بودم داری خریدکی اره مثلا داری ورده چه خریدکی اره ورده مثلا آمازون خریدکی داره دارم بخصوصا آمازون فرض که مثلا گلک تیم خرید تیم مختلف خرید تیم مارکتینگ خرید تیم نظام تیم مثلا پورتوک مثلا تیم فرد تیم نظام دیجیتالیزی مثلا فرد لپتاپ دفوشه موبایل دفوشن ها فرد ها دیتا فرد مثلا تیم موبایلی چه کرده مثلا موبایل جنس تکره فروش شده خب و اصلا تیمی عادی به دیتابیس دنیس شکلیه مثلا به اسکیل سرور شکلیه تیم مثلا کسی تیم باشه که پرتوک دفوشه اسکیل سرور شکلیه ولی هر کی جان درک ذخیره کنم مثلا پس بوده من چند تا تیم خریم مثلا تیم بوک خانه بوک شاپ خانه خب تیم بوک شاپ خانه تیم دیجیتال خانه تیم دیجیتال بنا مثلا فرض کن دو تیم و به اسکیل سرور دیتای خود ذخیره که تشتی که خانه ذخیره که و تو اسکیل سرور ذخیره که و در واقع دیتای خود ذخیره که دیتای خود در واقع مثلا دیتابیس هایدن ذخیره که مونگو دی بی دیتابیس هایدن ذخیره و در ذخیره و اطلاعاتانا اکا خوزن بیایی چکه ما خوزن تایوی داشبورد چکه داشبورد چکه اطلاعات بیا گه بگیرم اطلاعات بیا بگیرم ذخیره که درک نشان بدم و فراینده پس و فراینده که اوریج اصلا ایتیل بگی از دیتای تا بیان درگرم درک ایتیل لکم ارته دی بی یک جدید حالا اجرا هم برده در مورد در گفت کنیم دیتا در بیان درگرم دیتا باش درگرم بعد و بیو وصله دیتا در واقع دیتا جنریت کنم خب دیتا درگرم دیتا در واقع نشان داده و در پس من نتیجه گرفتم که در واقع یه سری فرایند رخ بده که تا هم کار بیای انجام بده پس دوتنی چه بود هاتنی در اصلا در مورد خود کلیه گپ کنی خب ابی در اصلا بودم که من اول توشماش تا بجنید و هنی استطراقه بین چیه من بس سایت آمازون گپ کنم فرض کن سایت آمازون گلک تیم خرد تیمی مثلا که تیم شاپینگ کار که با کار که دی بی فرق داره دی بی اونا کلا فرق داره خب پس اما هر کی جا دی بی فرق داره اما خازنی
بیای چکین داشبورد چکینی گره بنا برژن ارتی دیتابیس اگده با خوازم بنا برژن ارتی دیتابیس و گه فرایند اتفاق بکوه که اما تواتخه در واقع در برژن داشبورد ای وصفه پس شو پس حالا فارم کنی که در خازن بیای شروع کنی اول گه فارم کنی یه سری توشتانا فارم کنی انا توشتانا چیه؟ پس یکی اصلا ما گفتیم اسکیل سرور خود اسکیل سرور چیه؟ فرآیند ETL چیه؟ انبار داده چیه؟ داشبورد چیه؟ بنا یه سری توشتانا گپ کنیم که ببینیم چجوری کلا دیتا اتوشته با ولیو ارزش سازمان ارزش سازمان ما او دوا دیتا و دیتا گه درک ذخیره و تو ساختار ذخیره دیفالت تو در خط نمونی فایل تکس فایل تکس ذخیره فایل تکس پر رنه نده چون هر کی فایل تکس ذخیره کرد مثلا فکر کنم مثلا هم در خازن سیستم حرکتیه سیستم اکاخو خانه با فایل تکس اینجا مثلا علی چهار تاشت کری مثلا موبایل کریه موبایل الف کریه و بعدی رضا 5 موبایل کریه والا فرض که بیا ذخیره کی تو با فایل تکس خو تو مگه اشکی فایل تکس پردازش که اصلا فارم داشته دور نهازی کوئری لیخنه مگه بی راحتی انجام بده پس گپی ساختارک ذخیره پس نتیجه گرفتنی که بیای هاتنی سیستم ها بیا گپ کنی هاتنی گونه فایل تکست ساختار من نه توش تگ نه گشه گسوی کوئری لیخن چون آمازون روی گلک ریکوست خواهد گلک آدم دکرن اشان ارت فایل تکست ذخیره که اشان که پیدا کیده که ساختار خواهد استراکچر خواهد بعد مطمئن بود که یارو یک هات کریه یک دنی جاده کریه مطمئن بود که آقا حتما با اطلاعات دیتابیس ذخیره بود از خواستم یک هات کریه یک دنی هات کریه بلا فاصله دیتای همون نشانده پس سرعت ساما پر مهمه مطمئن دیتا ثبت پر مهمه در واقع کوئری لیخستن ساما مهمه پس گلک توشتانا مهمه پس هم عشان نکنی فایل تکست ذخیره کنی گرفته دیتابیس از ذخیره کنی دیتابیس ها انواع بعد دیتابیس خانی دو دسته بندی دیتابیس خانی خب یک دیتابیس RDBMS یه سری ونا ساختار کن یه سری دیتابیس ها دیتابیس نو اسکیول ونا ساختار جدا نه پس ما جور دو کاتگوری دیتابیس خانه وزی مجموعه اسکیل سرور هیا اوراکل هیا کل اشتباه نیستیم کل هیا اگر یک دیتابیس تنوی حالا مونگو هیا ونا گلک در واقع تفاوت خانم نخواستم در مورد اون تفاوت علاقه گپ کن چون پر ویدیو مزن دوا هم نخواستم در مورد فیبره گپ کن اما فقط بزانه که با توش هنه ونا ساختاری به صورت کالم در واقع رو ونا توش تدن ذخیره دیتابیس خواهد پس ونا یک دی بی خواهد هم بزانه هم فکر کنم مثلا شاپینگ خانی پروژه که هم شاپینگ پروژه دنی من مثلا در خوازه نامه بنیسه خواه نامه لتر بنیسه ای دیتابیس از کل اشان رو نورتی دیتابیس قرار بندی که من هرکی جان گفت فرد کنی من هرکی جان فرد کنی کاتگوری کنه اول دی بی خود دی بی ارتی دی بی ما یه سری توشتانه خواهد مثلا ارتی دی بی مثلا شاپینگ ام عشان آکنی پروداکتان و یوزران و لزانم گله توش دیدنی کل ارته
در واقع درک دونینی و پیدا نه که مثلا روی فکرات روی پر گلگ مثلا خریبی اصلا پیدا نه. پس بهتر بنا به صورت تیبل هم فرد که جدا کی هر هر کاربرد تیبل چک خب پر مزنتر روده. پس بعد گشتین دی بی سا کاتگوری یک مزنتر بعد تیبل خود تیبل جی اشگره هستی توشن کالم چکن. کالم چیه؟ مثلا فکر من پروداکت خانم مثلا پروداکت جدول خانم پروداکت نو خواهی پرایس خواهی داره مثلا برند خواهی مثلا موبایل با برند سونی سامسونگ ال جی مثلا ادن اپل. پس بنا جا حتی فرد پس من گوتن دی بی خانه تیبل خانه کالم خانه هر کالمه توشته خانه به اسم نوعی وی تایپ وی مثلا این سری هم مثلا دراو عدد مثلا توشته حجمی دیده دراو عدد توشته که عددن نامبرن نوع فرد هر کالمه اشیاء که نوع جدا خواه مثلا ناو استرینگ رشته فرد به تا توشته خانه به اسم نامبر دیتا تایپ بخواه. پس هر کالمه اصلا یه دیتا تایپ برای کالمه مشخص کنیم. گلک دیتا تایپ بخواه دیتا تایپ چه خیلی مهمه اما سویا پیاف گپ تکنیم. پس گشتنی ویا که دیتابیس RDBMS خواهونی در دیتابیس نوسکیل چه گپ تکنیم ازم فعلا تا ویاندا بس ویدیو تا شما ادنه ویدیوهای بعدی پرتر در واقع گپ تکنیم.